وقتی آگاهی جای ترس را میگیرد، بوی آزادی به مشام میرسد. تنین و پژواک صدای شاهنشاه رضا پهلوی و خاندان ایرانسازش در کوچه پس کوچه های ایران. مردم ایران، همه در مسیر درست تاریخ ایستاده ایم. آزادی چیزی نیست که از بالا به ما داده شود، بلکه ما مردم باید آن را به دست آوریم و هیچ دیکتاتوری با زور سرپا نمیماند، بلکه با ترس، سکوت و بی‌تفاوتی یک جامعه است که دوام می‌آورد. پس وقتی مردم تصمیم میگیرند که دیده بشن، حرف بزنن و کنار هم بایستن، ترس کاراییشو از دست میده و قدرت معنای تازه‌ای پیدا میکنه. حالا که مردم ایران به معنای واقعی کلمه در این رفراندوم تاریخی نام شاه را در خیابان‌های ایران صدا میزنند، نشان از این است که ما هزینه سالها سکوتمان را داده ایم و در همین خیابان‌ها و کوچه به کوچه همین شهر خواستمان را فریاد میزنیم. وقتی میگیم این آخرین نبرده، یعنی ما برای پایان دیکتاتوری در این قسمت از تاریخ ایستاده ایم. وقتی فریاد میزنیم زجه بزن سیدعلی، یعنی به زودی بزرگترین استقبال تاریخ رو از شاهنشاه رضا پهلوی پیش رو داریم. امروز یا فردا عطر آزادی و صدای انقلابمان به گوش دنیا خواهد رسید. پاینده ایران، جاوید شاه.